حمزه خزیرابی حضور داشت. حالا برای بهمه‌ای، خود رضا بهمه‌ای توپ رو در اختیار داره، ارسالش رو انجام میده، برگشت توپ از کاردوسو، فشار همچنان حفظ میشه و این ضربه‌ای که حسین ساکی به توپ زد و توپ در اختیار محمد رضا اخباری قرار میگیره. شاهین ساقبی، خود شاهین ساقبی نانکم حرکت کرده، پشت محوطه جریمه، موقعیت برای تیم تراکتورسازی هست، ضربه رو میزنن و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. خالد شفیع، هوادارانم نتیجه بازی همزمان رو منتقل میکنن به زمین مسابقه. یک ضربه و توپی که مرادیان سراسیمه دفع میکنه و توپ کورنر میره. خب استقلال گل مساوی رو زد به تیم سوای قم. یه ضربه و توی دروازه آلویس نانگ تراکتور رو 1-0 جلو میندازه. تراکتور 1 استقلال اهواز 1. همزمان با گل استقلال به تیم سبا، تراکتور هم در تبریز به گل میرسه. امیر قلعه‌نویی از بازیکناش میخوان که سریع برگردن و در تبریز هم عامل شادی این هواداران این ضربه سر از سینا اشوری و این ضربه از آلویس نانگ بود. هلیچی هم آفساید رو کاملا پر کرده بود و کاردوسو یه ضربه سر، نانگ ضربه‌ش رو میزنه اما این بار دیگه برمیگردونن بازیکنان استقلال اهواز. برای آلویس نانگ به توپ میرسه در سمت راست، ارسال به روی دروازه، موقعیت برای تیم تراکتور و ضربه که این بار هم مرادیان میگیره و بختیار رحمانی رو ناکام میذاره. ارسال کاردوسو به سمت چپ، سعید آقایی، یه موقعیت برای تراکتور اما نانگ نتونست به توپ ضربه بزنه. اون طرف ایران پوریان، ارسال دوم فرزاد حاتمی و توپی که توی دروازه قرار میگیره. یه گل کلاسیک و فوق‌العاده از بازیکنان تراکتور سازی. تراکتور 2 استقلال اهواز 0. این ارسال و این ضربه سر حالا کاپیتان مهدی کیانی، ارسال بلند موقع پر فرزاد حاتمی و توپی که بیرون میره. توپی که بیرون میره. یه لحظه به نظر توپ گل شد اما توپ بیرون رفت. بختیار رحمانی، یه موقعیت خوب برای تیم تراکتور سازی، آلویس نانگ و حالا گل. فرزاد حاتمی گل سوم رو به ثمر میرسونه. تراکتور 3 استقلال اهواز 0. اینجا بود که پاس سعید آقایی، نانگ به توپ نرسید و فرزاد حاتمی هم دروازه رو باز میکنه. حالا دیگه همه نگاه ها به شهر قم هست. خود محمد ایران پوریان، یه موقعیت مناسب، حاتمی و ضربه‌ای که نتونست بزنه به توپ شاهین ساقبی. باز هم موفق بازیکنان ترافیک یه لحظه توپ گرفتن اما دوباره توپ رو لو دادن. حالا موقعیت برای شاهین ساقبی و ضربه‌اش رو میزنه اما باز هم مرادیان یک تنه وایساده جلوی تیم تراکتور سازی و فرزاد حاتمی برای ایران پوریان، موقعیت برای تراکتور و باز هم مرادیان که توپ رو از اون منطقه دور میکنه. خاص توپ رو میرسونه به فردین آبدینی، خود فردین پشت محوطه، یه پاس خوب برای ساقبی و این بار دیگه گل 4 برای تیم تراکتور سازی به ثمر میرسه. ساقبی نزد تا بالاخره دروازه استقلال اهواز رو باز کرد. همه چیز آماده است برای کسب سهمیه آسیایی تراکتور، فقط یه گل سبا کمه. با هم صحنه آیسته رو خواهیم دید. فردین آبدینی باز هم بوسمر ثمر بود و ورودش همراه بود با یک پاس گل و شاهین ساقبی این بار دقت کرد و ضربه رو دقیق. تراکتور مهدی کیانی خودش با توپ داره حرکت میکنه. حالا برای ایران پوریان، این طرف فرزاد حاتمی توپ میخواد، موقعیت برای تیم تراکتور، شاهین ساقبی تعادلش از دست داد و اعلام پنالتی به نفع تیم تراکتور سازی. پرسپولیس هم یه گل به تیم راه آهن زده، 2 گل به استقلال خوزستان بزنه. اینجا بود که شاهین ساقبی تعادلش از دست داد و ببینیم سرنوشت این ضربه پنالتی چه خواهد بود. حرکت محمد ایران پوریان و توپی که داخل دروازه قرار میگیره. 5 گله میشه تراکتور در این مسابقه و 5-0 جلو میفته از تیم
استقلال اهواز در 85مین دقیقه مسابقه 10 گل هم بزن اون بازی مساوی باشه نمیتونه سهمیه آسیا رو به دست. حالا باز هم مهدی کیانی فشار رو حفظ میکنه روی دروازه استقلال اهواز و این ضربه کیانی که مرادیان ناقص توپ رو دفع میکنه، اما